میدونستیم ما چی هستیم؟ بهترین مخلوقات خدا، باهوشترین موجوداتی که در این دنیا وجود دارن و کسانی که در این دنیا کلی شگفتی رقم زدن. درسته، ما انسانیم و من یکی از اونام، کسی که میخواد خودش و هم نوعانش زندگی آگاهانه تر و بهتری داشته باشن. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ همه سمت مسیرهای متفاوتی میرن، ولی من مسیر خودم رو انتخاب کردم. من میخوام با کمک شما در عرصه رشد فردی، پیشرفت شخصی و زندگی سالم فعالیت کنم و یک هدف دارم و هدفم اینه که خودم و شما به هر چیزی که دنبالشیم برسیم، چون ما همه بهترینیم، ما همه در رأس قدرتیم و قدرت‌های خیلی خاصی داریم. ما به قدری قدرتمندیم که این دنیا در مقابل ما هزار مشکل سبز کرد. مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات شخصی و هزار مشکل دیگه، عوامل حواس پرتی، چیزایی که ما رو از خود واقعیمون دور میکنه. اینا میدونن که اگر من و تو با خودمون بشینیم و خودمون رو بشناسیم، قدرت‌هایی رو میگیریم و آشکار میکنیم که مطمئنم کل دنیا رو بهت زده و حیرت زده میکنه و شاید باعث این چه که خیلی ناراحت شن. من با اسم سرمان تاها فعالیت میکنم و خوشحال میشم که شما هم در کنار من باشین. ما با تلاشمون، پشتکارمون و استعدادهامون از خودمون شخصیت‌های برجسته‌ای می‌سازیم و به این دنیا نشون میدیم که ما کی هستیم. من به خودم و شما باور دارم و میدونم که هممون در درجات بالایی قرار میگیریم و قرار آینده این دنیا رو بسازیم. اگر از محتوای چنلم خوشتون اومد، خیلی خوشحال میشم که منو ساب کنیم.